با اجازه خدا برنامه امروز چه خبره رو شروع میکنیم. سلام دوستان، امروز میخوایم درباره یک موضوع خیلی مهم صحبت کنیم، یعنی اعتراف تلخ شهرام همایون و اتفاقات اخیر در اپوزیسیون خارج از کشور. شهرام همایون مدیر کانال 1 اخیراً گفته که همراهی ما با اسرائیل نشانه حماقت ما بوده. این جمله خیلی سنگینیه و نشون میده چقدر یک جریان سیاسی در سالهای گذشته اشتباه کرده. این افراد به جای اینکه روی مردم ایران حساب باز کنند، دل به قدرت‌های خارجی بستند و حالا میبینیم که نتیجه این کار چی بوده. درگیری‌های اخیر ایران و اسرائیل، به خصوص شکست اسرائیل در جنگ 12 روزه، واقعیت‌ها رو برملا کرد. ایران برای سومین بار هیمنه اسرائیل رو شکست داد و این یعنی دیگه نمیشه به دشمنان خارجی دل بست. همایون گفته که پرونده اپوزیسیون با خیانت به وطن به بایگانی رفته و این یعنی این مسیر جواب نداده و باعث شده که اپوزیسیون به حاشیه بره. یکی از افرادی که در این میون بیشترین انتقادها رو گرفته رضا پهلوی هست. او زمانی که شاید میتونست نماد امیدی باشه، حالا با سفرش به اسرائیل و حمایت از حمله اسرائیل به ایران عملاً اعتبارش رو از دست داده. در سفر به لندن هم خواستار همراهی انگلیس و اسرائیل علیه مردم ایران شده که این موضوع حتی مخالفانش رو هم متعجب کرده. این رفتار نشون میده که رضا پهلوی نه فقط اشتباه کرده، بلکه وارد مسیری شده که میشه گفت خیانت به کشوره. این مسیر دقیقاً همون راهیه که قبلاً مجاهدین خلق رفتن و نتیجهش نفرت عمومی و انزوا بود. تاریخ بارها نشون داد که هیچ جریانی نمیتونه با تکیه بر دشمنان ایران به موفقیت برسه. رضا پهلوی امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای تنها شده. نه در داخل کشور جایگاهی داره و نه در میان ایرانیان خارج از کشور که خود رو وطن دوست میدونن. در نهایت همایون هم گفته که همراهی با اسرائیل یک حماقت بزرگ بوده و این درس بزرگیه برای همه اونایی که فکر میکنن آزادی ایران از بیرون میاد. پس پاسخ مردم ایران همیشه واضح بوده. تنها با تکیه بر مردم ایران و باور به ظرفیت‌های داخلی میشه آینده‌ای روشن ساخت. ممنون که همراه ما بودید. نظراتتون رو حتما با ما در میون بذارید و اگر دوست داشتید این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. خدا نگهدار.